بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام علی رسول الله. جناب رسول الله سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودند که خیر الناس قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. یعنی بهترین مردمان قرن من هستند. یعنی اون کسانی که در عصر من، در زمان من زندگی کردند، بهترین انسان ها همونها هستند. یعنی مراد صحابگان کرام، یاران و صحابگان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بهترین انسان ها هستند بعد از پیامبر خدا علیه السلام. بعد از اونهایی که از پی صحابگان می آیند، یعنی تابعین ها. بعد از صحابه ها بهترین انسان ها تابعین ها هستند که صحابگان را دیدند و زیارت کردند و از آنها آموختند و بهره بردند. ثم الذین یلونهم، بعد از اونهایی که از پی تابعین می آیند، یعنی بعد از تابعین بهترین انسان ها تبع تابعین هستند. ثم یجیء اقوام تسبق شهادة احدهم یمینه و یمینه شهادته. بعد از آن گفتند، پیامبر خدا علیه السلام در دوام حدیث گفتند، بعد از آن می آید قوم هایی که سبقت می کند شهادتی یکی از آنها به قسمش و قسمش به شهادتش. یعنی مقصد که بعد از عصر تبع تابعین زمان می آید قوم های مردمان می برایند که دیگر از شهادتی بر دروغ دادن، گواهی بر دروغ دادن و قسمی دروغ خوردن دیگر ابایی نمی کنند. دروغ فاش می شد، خیانت آشکار می شد. انا همین خیل انسان ها پیدا می شوند. پس از این حدیث شریف فهمیده می شود که ما باید در دینداری و احکام شریعت، راه و روش و مسلمانی پیرو و تابعی انا همون بهترین انسان ها باشیم. صحابه و تابعین تبع تابعین برای چی بهترین هستند؟ برای اینکه به تقواترین هستند، دانشمندترین به علم دین هستند و پیامبر خدا علیه السلام از همه زیاد پیروی کننده هستند، صادق هستند، به خدا و رسول و به دین و شریعت صادق هستند، خیانت ندارند، دروغ و فریب ندارند. ما و شما پس آمدگان باید از عقیبی انا همچنین کسانی که پیامبر خدا علیه السلام نسبتشان شهادتی به خیر بودن آنها دادند و انا همونها پیروی کنیم که بزرگان و امامان هر چهار مذهب در همین 3 عصر اولی مشهودون بالخیر گذشتند. خصوصا امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله در عصر صحابه بودند. در عصر صحابگان به دنیا آمدند و 6 و یا 7 عدد صحابه را زیارت کردند، از فیض و برکت صحابگان بهره‌مند گشتند و به دولت تابعین بودند سرفراز گشتند که از بین 4 امام مذهب تنها امام اعظم رحمه الله تابعین هستند و شاگردان امام اعظم رحمه الله همه تبع تابعین هستند که آنها نیز شاگردانشان نیز در عصر مشهود بالخیر موجود بودند. مذهب ما در همین 3 عصر اول تدوین کرده شد، سرجم کرده شد، به تکمیل رسید. همه احکام شریعت را حل و فصل کردند، فصل و باب کردند، کتاب کردند. ما چون امام اعظم رحمه الله امام و پیشوای بزرگوار داریم، ابن تیمیه برای ما چی لازم است؟ ما به مثل امام ابو یوسف و امام محمد و امام زفر بارین تبع تابعین بزرگان دین داریم. ابن قیم و ابن عبدالوهاب برای ما چی در کار جا دارد؟ لازم نیست.
آیا کسی که در عصری که پیامبر خدا شهادتی به خیریت آنها دادن پیروی کردن آنها خوب است؟ یا کسانی که بعد 600 و 700 سال و 1000 سال آمده بسیار بدعت و خرافات و نوآوری ها را به دین جاری کردند و مسلمان ها را تکفیر کردند و حکم به شرک کردند و فتنه های بسیاری را به بار آوردن، اینها را پیروی کردن خوب است؟ یا آن سرچشمه صافی بیغباری عصر صحابه و تابعین را؟ ما در این مذهب خود آنقدر علماها، فقها و پیشوایان را داریم، آنقدر کتابها و سرچشمه های معتبر و معتمد داریم که حاجت به یگان کتاب و رساله های نوپیدای بعد آمده نداریم. ما در عقیده فقه اکبر امام اعظم داریم، عقیده نامه امام طحاوی داریم، عقیده نسفی داریم، وصیت نامه داریم. برای ما عقیده واسطی یگان جای در کارش نیست. خودش حنفی میگرد اما از عقیده نامه ابن تیمیه گپ میزند. خودش حنفی میگیرد از توحید ابن عبدالوهاب گپ میزند. برای ما توحید امام ابو منصور ماتریدی در کار است. به توحید ابن عبدالوهاب یگان حاجت نداریم. اما این نوپیداهایی که از فقه اکبر و عقیده طحاوی سخن میگویند، آن را تحریف میکنند، آن را قبول ندارند. تنها از نام این دو کتاب سوء استفاده میکنند. اصلا به بسیاری از مسئله هایی که در این دو کتاب ذکر شده است آنها اعتقاد ندارند. آنها به کلی به همون عقیده واسطیه ابن تیمیه یا توحید ابن عبدالوهاب باور دارند. برای این فریب آنها را نخورید. هر کسی که خود را حنفی میگیرد باید از کتابهای حنفی سخن گوید، از فتاواهای حنفی سخن گوید و فتوا دهد. خود را حنفی گیرد و اما از مجموعه الفتاوای ابن تیمیه سخن گوید و دروغگوی است و خیانتکار به مذهب است. کسی خود را پیرو عقیده اهل سنت بگیرد و از توحید ابن عبدالوهاب سخن گوید و اهل سنت نیست و حنفی نیست. برای این گونه شخصان باید موقع خود را معین کنند که مردم بدانند. اکثر مردم میخواهد پیرو مذهب امام اعظم باشد، به نام امام اعظم برای او، اما از کتابهای به مذهبان سخن میگویی، فتوا بدهی، از ابن تیمیه و ابن باز و عثیمین سخن گویی. این فریب مردم است. خود را مشخص کند که ما حنفی نیستیم، ما وهابی یا سلفی هستیم. بعد مردم دیده کار کنند. به کسی اگر حنفیگی معقول باشد از دانشمندان حنفی بیاموزند و مسئله بپرسند. به کسی وهابیگی و سلفیگی معقول باشد از همون تیمیه‌چی های و وهابی ها گوش کند و مسئله پرسد و فتوا بگیرد. آمیخته کردن این دو جریان تماما نادرست است. خیانت محض است. ما کتاب‌های به مانند هدایه شریف، فتح القدیر، بحر الرایق، بدایع الصنایع، شرح وقایه، مختصر الوقایه، خلاصة الفتاوا، فتاوای قاضی خان، فتاوای عالمگیریه، چنین سرچشمه های معتبر و معتمد و متصل به صاحب شریعت را داریم. به مجموعه الفتاوای ابن تیمیه چه حاجت داریم؟ مذهب ما اونقدر غنی و بینیاز است، هم به علمای و مشایخ هم به کتابهای و مؤلفات اونقدر بای است که احتیاج به یگان علمای و کتابهای معاصر و به مذهب نداریم. برای همین بزرگان گفتند که این هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم.
این علم دین شما است. علم شریعت این دین شما است. پس نگاه کنید که شما دین خود را از کی آموخته استاده اید. نگاه کنید که دین خود را شما از کسی که به خیانت احتیاطکارانه از کتاب‌های بزرگان و صاحب مذهبان میگوید و یا اینکه از اهل بدعت و هوایی که آیات و احادیث را موافق طبع و نفس خود تعویل و تحریف کرده، فتواهای بیجا داده، بی اصل و بی اساس به نام دانشمندان را پیروی کرده، مردم را گمراه میسازد. کدامش خوب است؟ البته هدایت و ضلالت از آن پروردگار است. کسی را خواهد هدایت میکند، کسی را خواهد گمراه میسازد. خدای تعالی همه ما و شما را از جمله هدایت یافتگان بگرداند و از ضلالت و انحراف محفوظ و امین نگه دارد.